وقتی که این 10 اول ماه ذوالحجه می اومد برادران عزیزم، حضرت ابو هریره رضی الله عنه و عبدالله ابن عمر و بزرگ‌ها می رفتند و کوچه ها می رفتند و همه با آواز بلند تکبیر و تحلیل و تحمید می گفتند. یعنی تکبیر و تحمید و تحلیل مخصوص همون 3-4 روز عید نیست، بلکه باید همین 10 روز هم گفته شود. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد الله اکبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ببینیم بشارت ملائکه ها. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر محبوبمون محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودند: ما اهل مهل قط الا بشر، هیچ تحلیل گوینده ای نیست مگر اینکه بشارت به او داده شده است. نه هر کسی که این تکبیر و تحمید و تحلیل رو گفتیم، تکبیر رو چی میگن؟ الله اکبر تکبیر است. تحمید و تحلیل الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد، حمد و تحمید و تسبیح. پس میگه چی؟ هیچ انسانی نیست که تحمید و تحلیل و تکبیر گوید مگر اینکه بشارت داده شود. ولا کبر مکبر قط الا بشر، و هیچ تکبیر گوینده ای نیست که به او بشارت داده شده. یعنی هر یک انسانی که تکبیر و تحمید و تحلیل میگوید به او بشارت داده شده است. قیل، گفته شد یا رسول الله بالجنه، ای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، همون انسانی که تکبیر و تحمید و تحلیل میگوید به جنت بشارت داده شده است؟ قال نعم، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که بله. چقدر اجر و پاداش زیادی دارد. رواه الطبرانی فی مجمع الکبیر. برادران عزیزم، پس هر یک لحظه های عمر خود را غنیمت بشماریم و آن را منفعتناک استفاده کنیم. خداوند جل و علا بندگانش را که بسیار دوست می‌دارد، شما می‌دانید که محبت پروردگار جل و علا برای انسان بالاتر از محبت مادرش است. در حدیث آمده است که خداوند جل و علا 100 رحمت دارد و یکیش را به تمام مخلوقات تقسیم کرده است. همین رحم و شفقتی که می‌بینیم مادران نسبت فرزندان میکنند یا حیوان نسبت فرزندش میکند، این همه جمع شود یک رحمت پروردگار جل و علا. خداوند جل و علا از ما بر ما غمخوارتر است، ما رو زیادتر دوست می‌دارد از خودمان. وقتی خداوند جل و علا بندگانش رو دوست می‌دارد، می‌خواهد با این مناسبت با آن مناسبت بندگانش را بیامرزد و آنها را از چنگال شیطان برهاند و بر رحمت خویش بگیرد.